خب عرض سلام و درود خدمت همگی رفقای تیک فلویی. دوباره دوشنبه است و با یک تحلیل دیگه از کلیت بازار کریپتو، بیت کوین، اتریوم و شاخص دلار در خدمت شما هستم. بریم نگاهی به تحلیلامون بندازیم و بازار رو برای هفته آینده هم تحلیل کنیم. رفقا ما تو آخرین تحلیلی که داشتیم این ناحیه رو مشخص کردیم، گفتیم ناحیه مهمیه که شما عزیزان میتونید بر اساس اون ناحیه یک تریدی رو داشته باشید. همونطور هم که میبینید بازار به این ناحیه واکنش نشون داد، اصلاح رو انجام داد. دیدگاه ما هم این بود که این نزول همچنان ادامه داره. شما روی بیت کوین اگر میخواستید روی این ناحیه معامله بگیرید، حتی به صورت لیمیت میتونستید تا اولین ناحیه حمایتی اعلام شده میتونستید یک ریوارد 4 رو بگیرید و نزدیک به 6% سود اثبات داشته باشید. یک ناحیه حمایتی هم اعلام کردیم که ناحیه 62337 بود و گفتیم این ناحیه میتونه برای پولبک قیمت جذاب باشه. همون اتفاق هم افتاد، قیمت ازش یک پولبکی زد و در کنار اینها هم با الگوی تری درایو به این ناحیه رسید و اتفاقی که افتاد این بود که بازار یک واکنش صعودی رو به این ناحیه نشون داد. اگر بخوایم اندازه بگیریم که تقریبا چقدر رشد داشتیم روی این ناحیه، شما اگر یک لانگ پوزیشن میکاشید تقریبا سود شما فکر میکنم 2-3 ریواردی میشد. الان بررسیش میکنیم با هم. این لیمیت ما تقریبا 3 ریوارد سود میتونستیم بگیریم و 2.5% به صورت اثبات شما سود رو میتونستید از این معامله بگیرید. حالا اتفاقی که داره میفته اینجا و واسمون مهم هست اینه که بیت کوین الان بعد از این اصلاح قرار چه روندی رو داشته باشه. ببینید بیت کوین الان به این ناحیه یک واکنشی نشون داده، واکنشش هم واکنش صعودی بوده، اما تا زمانی که بیت کوین نتونه این سقف رو برای من رد کنه، برای من صعودی نیست در وهله اول و در وهله دوم باید این ناحیه رو بتونه ردش کنه. ناحیه‌ای که داشتیم یعنی عدد 66285 تا 67225 تا بخواد صعودی بشه. زمانی که بیت کوین بتونه این دوتا ناحیه رو رد کنه، من میتونم بگم که حالا بیت کوین وارد یک روند صعودی میشه. بعدش هم که مقاومت 72565 رو داریم. برای این هفته من خودم بیت کوین رو رنج و نزولی میبینم. یا قراره بین ناحیه 62337 تا ناحیه 66285 رنج باشه چارت، یا اینکه این ناحیه رو بشکنیم و به سمت ناحیه 59429 حرکت کنیم. یه تایم فریم کم کنیم بریم ببینیم حمایت مقاومت واسه ترید توی این رنج چه نواحی رو داریم. خب اینها رو حذفش کنیم. برای ترید کردن توی این رنج اولین ناحیه‌ای که من دارم این گره هستش که این گره تا الان 2 بار قیمت رو نگه داشته و یک سواپ مهم هستش. گره های اینجا رو تونسته رد کنه و یک سواپ مهم هستش. هنوزم بیشتر از 50% مصرف نشده. بنابراین سناریوی اولی که میتونیم داشته باشیم اینه که بیت کوین یه حرکت سودی اینچنینی رو به بالا انجام بده و حالا بخواد این سقف رو هاند کنه یا نکنه و بخواد اصلاح بده. این نکته‌ای هم که در مورد این حمایت وجود داره اینه که این ناحیه هم 50% هنوز تاچ نشده، پس ما میتونیم بگیم که ممکنه بیاد این رو هانتش کنه و بعد واکنش نشون بده و دوباره از 50% ناحیه حمایتیمون یک صعودی رو داشته باشیم. به طور کلی من دارم بیت کوین رو رنج میبینم توی سناریویی که دارم. اما این دوتا ناحیه مهمن. بعد از این دوتا ناحیه ما یک سری ناحیه اینجا داریم که سفارشات به همدیگه منتقل شدن. از این گره سفارشات منتقل شده به این گره و در نهایت به این گره. این شادوی بلندی که اینجا داریم و شونه چپ رو هاند کرده یک ناحیه مهمیه برای من که محدوده 64 698 تا محدوده 65 391 است و با رسیدن بیت کوین به اینجا من میتونم دیدگاه اسکلپی شورت داشته باشم. البته مد نظر بگیرید که این نواحی نیاز به تاییدیه داره، نواحی تایم فریم پایین‌ترن اما ناحیه تایم بالا رو میتونید مد نظر بگیرید. این ناحیه درست 50%ش تاچ شده اما هنوز 25% اصلیش باقی مونده و میتونه ناحیه معتبری برای ما باشه. این از بیت کوین و سناریوهایی که داریم. اگر بخوایم سناریوهامون رو روی بیت کوین جمع بندی کنیم اینه که داخل یک الگوی مثلث قرار داریم. من اگر بخوام این الگو رو رسمش هم کنم به این شکل میتونیم ببینیم داخل یک مثلثی قرار داریم، داخل یک کانالی قرار داریم و فعلا داریم رنج میزنیم. حالا این کانال خودش رنجی که داره رو به نزول هستش و ما انتظار داریم که این نزول ادامه پیدا کنه. اما اگر این کانال بخواد شکسته هم بشه یک سری نواحی رو داریم که تا این ناحیه اصلیمون رد نشه نمیتونیم بگیم بیت کوین سودیه. اگر این ناحیه رد بشه ما میتونیم بگیم تا 72562 بیت کوین قراره سودی باشه. اگر هم خبری چیزی اومد و این ناحیه حمایتیمون رد شد، ناحیه 59
429 برای ما ناحیه مهمیه و حتی اگر این ناحیه رد بشه ناحیه اصلیمون یعنی 53200 باقی میمونه. روی اتریوم هم ما سناریومون هفته گذشته مشابه با بیت کوین بود. یعنی چه انتظاری داشتیم؟ انتظار این رو داشتیم که بخوایم ریزش رو تجربه کنیم و از ناحیه مقاومتی به سمت پایین حرکت کنیم. خب اگر نگاهی به چارت و تحلیل و نواحی هم که داشتیم می‌بینیم که سناریوی درستی رو داشتیم. ما گفتیم که ناحیه 1954 قرار ما رو به سمت پایین بفرسته. هفته گذشته انقدر ازش اصلاح داشتیم، گفتیم که همچنان چون 50%ش تاچ نشده برای ما معتبر هستش و می‌بینید که برای این هفته هم ما یک ریزش تقریبی 7% رو ازش شاهد بودیم. یک ناحیه لانگ کوتاه مدتی داشتیم روی اتریوم که همونطور که میبینید یک پوزیشن لانگ اسکلپی رو به ما میداده، تقریبا فکر میکنم یک ریوارد 2 رو به همون داده و بعد از اونم هانت شده همونطور که انتظار داشتیم و قیمت رو نگه نداره. ریوارد این معامله 3 بوده و درصدش به صورت اثبات هم 3.5% بوده. بعدش که این ناحیه هانت شده، من برای اتریوم هم سناریوم دقیقاً مشابه با بیت کوینه. من یک سری ناحیه حمایتی سر راه قیمت دارم که یکیشون 1761 هستش، اما اتریوم هم داخل یک کانال نزولی و یک رنج نزولی قرار گرفته و انتظار دارم که به همین روند ادامه بده تا رسیدن به نواحی حمایتی اصلی یعنی 1761 و 1644. در نهایت هم یک سری ناحیه این پایین داریم که فعلا دیده این رو نداریم بهش برسه، اما این ناحیه 1354 دلار هستش. اگر بخوایم بررسیش کنیم در تایم فریم های پایینتر و روش بخوایم ناحیه پیدا کنیم، ببینید اینجا ما یک رنجی رو داریم و این رنج یک گرهی داره که گره معتبری هستش و این ناحیه میتونه برای ما مهم باشه. این ناحیه عدد 1912 تا 1936 دلار هست و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بخواد این ناحیه ما رو به سمت پایین بفرسته. یه ناحیه دیگه که میتونید مد نظر بگیرید 50% این گره هستش. ببینید این گره یک دور ما رو به سمت پایین فرستاده بعد از برخورد، پس 50%ش هم میتونه برای ما مهم باشه. ما اگر بخوایم 50%ش رو مشخص کنیم تقریبا چنین به چنین ساختاری میرسیم که 50% این ناحیه دقیقا میشه بالای همین ناحیه‌ای که در آوردیم، یعنی عدد 1954 دلار تا 1936 دلار و میتونیم این دوتا ناحیه رو مد نظر داشته باشیم. من قطعا ناحیه بالایی رو واسم ارزش بیشتری داره. چرا؟ چون که یک دور قیمت رو به سمت پایین فرستاده، در زیر خودش یک رنجی ساخته که پر از نقدینگیه و احتمال کار کردنش بالاتره. اما هر دو این ناحیه‌ها رو مد نظر بگیرید، با تاییدیه میتونید ورود داشته باشید عزیزان. برای لانگ فعلا ناحیه‌ای ندارم، بعد از اینکه این ناحیه هم رد شد اینجاها واسه من کلا نقدینگیه و انتظار دارم که اگر قرار قیمت لانگ بشه به 1761 دلار برسیم. ممکنه که قیمت بخواد از اینجاها لانگ بشه، اما من ستاپی روش ندارم. جنبندی اتریوم رنج رو به نزول مشابه با بیت کوین، نواحیمون مشخصه، دنبال تاییدیه هستیم برای ورود و خروج به معامله و داره یه جهت پیش میره. اما یه اتفاقی روی DXY افتاده. روی DXY اتفاقی که افتاده اینه که ما یک سری ریزش شارپ رو تجربه کردیم. ببینید الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم سومه، ما 29 چنین ریزش شارپی رو داشتیم رأس ساعت 14 و 30 دقیقه به تایم ایران که با باز شدن فکر میکنم سشن نیویورک هم اتفاق افتاد. ببینید یه نکته اینجا هست، ما میگیم که زمانی که شاخص دلار میره بالا یعنی دلار ارزشمندتر میشه، کریپتو میاد پایین. اما الان شاخص دلار هم ریخته و کریپتو هم ریخته. این داره نشون میده که داستان‌هایی که از تنش‌ها داره میاد و صحبت‌هایی که درباره جنگ داره میشه باعث ترس داره میشه و پولی که از شاخص دلار داره خارج میشه داره میره سمت بازارهایی که ریسک پذیری کمتری دارن، نه کریپتو. بنابراین شاخص دلار هم ناحیه اصلی ما که ناحیه 100 دلار بود رو رد کرد، هیچ ریاکشنی نشون نداد و یک گره رو علامت زده بودیم، گفتیم این گره میتونه قیمت رو نگه داره، با این دوتا خط مشخصش کرده بودیم و میبینیم که قیمت رو نگه داشته ولی بیش از 70%ش مصرف شده. احتمالاً قرار این گره رو از دست بدیم و اگر تنش ها نباشن میتونیم بگیم که قرار قیمت کریپتو صعودی بشه، اما اگر تنش ها بالا بگیره میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که با توجه به که DXY داره میریزه ولی قرار نیستش که کریپتو ارزشمندتر بشه و بخواد صعود کنه و توی همون رنج رو به نزولش باقی میمونه و در نهایت این صحبت ها پول میره سمت استیبل کوین ها و
دیگر نمادها. ممنونم که تا انتهای این تحلیل با من همراه بودید. کانال رو ساب کنید رفقا اگر اولین باره که دارید تحلیل های من رو مشاهده میکنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا از تحلیل های هفتگی جا نمونید.